هر دوره از زندگی ما تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی با خودش همراه داره که مدیریت این تغییرات احتمالاً چالش برانگیز خواهد بود. برای مدیریت تغییرات دوره‌های مهم زندگی مثل بلوغ، ازدواج، بارداری، یائسگی و تغییراتی که در زندگی هر فردی علل خصوص بانوان هست، راهکارهایی رو برای شما ارائه میدم. اولین قدم برای قبول این تغییرات آموزش دیدن هست و ما میتونیم از مشاوره و از مطالعه استفاده میکنیم. دومین قدم برای قبول این تغییرات اینه که خودت رو در اولویت قرار بدی. از استرس، اضطراب دوری بکنی، استراحت کافی داشته باشی، به ورزش بپردازی، مدیتیشن بکنی، یوگا انجام بدی و مطمئناً حال خودت رو خودت باید خوب بکنی. سومین راه حل برای قبول کردن این تغییرات اینه که ما سعی کنیم با افراد متخصص نشست و برخاست بکنیم و از اونها کمک بگیریم. مطمئناً راهکارهایی که اونا نشون میدن ما رو به سرمنزل مقصود نزدیکتر میکنه. با توجه به 3 راه حلی که خدمت عزیزانم گفتم، مطمئناً ما میتونیم زندگی بهتری رو تجربه بکنیم. با ما همراه باشید. گام به گام با هم جلو میریم و نتایج خوبی رو شما کسب خواهید کرد. موفق باشید.